سلام و عرض ادب. اومدیم با یه سری دیگه از آموزش‌های کشتی. این بار خیلی متفاوت‌تر، ولی ازتون میخوام که پیج منو لایک و سابسکرایب کنید که با کمک شما ما بتونیم آموزش‌های بیشتری بذاریم. بریم دنبال آموزش. از فیتو گاز خفه کن استفاده میکنیم. یک فیتو خیلی به ما کمک میکنه در حالتی که کشتیگیر در این حالت در خاک ما بتونیم این فن رو به کشتیگیر بزنیم. این فن شما اگه بیاین جلوتر از این طرف، کشتیگیر در این حالت دستی که کنار حریفه از اینجا میره و این دست، این تیغه دست زیرین بهش میگه اینجای حریف، رو گردن حریف قرار میگیره و اینجا که قرار میگیره دستم از زیر، این دست از زیر از اینجا میاد و از اینجا دست گرفته میشه. ببینید چقدر فشار رو گردن حریفه و به کمک اینجای خودمون، اینجامون، این طرف شونمون رو میذاریم رو کمر حریف. دوباره ببینید اینجا دست گرفته میشه و این حالت به حریف فشار میاریم و با عوض کردن پا، این پا که اینجاست، پا میاد اینجا و این پا میره داخل پای حریف و به این حالت فیتو رولینگ، این فیتو گاز خفه کن در حالت فیتو رولینگ. دوباره ما فیتو گاز خفه کن رو از حریفمون میگیریم، اما در این حالت ما میخوایم به حریفمون که فیتو گاز خفه کن بزنیم، حریف سرش رو بلند میکنه به این سمت، نمیذاره ما فیتو رو بهش بزنیم. ببینید ما فیتو گاز خفه کن رو گرفتیم، اما حریف سرش رو میاره اون طرف، ما نمیتونیم این فن رو اجرا کنیم. بعد ما میایم جلوی سر حریف، بیا این طرف، ما میایم جلوی حریف و در این حالت ما به حریف رولینگ رو میزنیم، یا به این طرف یا به این طرف. این هم فیتو گاز خفه کن، فیتو از بالای سر رو بهش میزنیم. دوباره حریف در حالت خاک ما قرار گرفته، ما میخوایم به کشتیگیر الان فیتو چنگک رو بزنیم، یعنی چنگک فیتو یا فیتو چنگک. بریم سراغ فن. در این حالت دست روی گردن، این لایه زیرین دست رو گردن حریف و اینجای حریف، چونه حریف رو میگیریم. ببینید چونه حریف گرفته میشه و این دست از زیر یا اینجا، این دست از زیر اینجا میاد، اینجایی که چونه رو گرفته میاد، مچ خودمون رو میگیریم. اینجا که اینو گرفتیم میایم رو به جلو، بیا این طرف، میایم رو به جلو و در این حالت دوباره فیتو رولینگ رو اجرا میکنیم. این هم شد چنگک فیتو یا همون فیتو چنگک. این فیتویی که میخوایم به شما آموزش بدیم، وقتی حریف میخواد از شما زیر بگیره، میاد حتی احتمال داره پای شما هم بگیره، ولی شما با یه خیمه رو سر و گردن دست حریف، سر و گردن حریف رو میگیریم. این دست و سر و گردن باید چطور بگیریم که موافق باشیم؟ این دست لایه زیرینش رو میاریم رو آرنج و این دست از زیر میاد، از بالا دست حریف رو میگیره و کاملا دست حریف رو صاف و با یه این پا از عقب میاد داخل و بهش فن فیتو در حالت نشست و پرتک رو اجرا میکنیم. این نشست و پرتک اینه که ما میشینیم و حریف رو
پرتاب. این فیتویی که میخوام به شما آموزش بدم یه فرقی داره با فیتو قبلی. اینه که ما حریف که باهاش سرشاخ شدیم با یه ضربه رو سر و گردن و دستش حریف رو میاریم داخل. فرقش اینه که این دست کنار بدن و لایه زیرین فقط دست رو میگیره، دست کنار بدن. با خودمون به این حالت بلند میکنیم که سر و گردن کپ بشه. الان پا داخله، یه پا داخله. در این حالت پای عقب رو میاریم وسط پا کنار اون پا و بهش فیتو سوبلکس میزنیم. فیتو سوبلکس اینه که پات که جفت شد با ضربه پا به داخل شکم حریف رو میاریم پرتاب.